مبل نئوکلاسیک بخرم یا نخرم؟ بعد دیدن این ویدیو حتما این کارو بکن، چون مبل نئوکلاسیک تکمیل کننده ترین مبل برای سبک نئوکلاسیکه. پس اگه سبک خونتون نئوکلاسیکه حتما مبل تو سبک نئوکلاسیک بخرید. حالا در ادامه بهتون میگم کدوم یکی از مبل های نئوکلاسیک مناسب برای سبک خونتون. برای ست کردن فرش و تابلو مبل نئوکلاسیک بهترین گزینه است. شما دستتون بازه، میتونید هر سبک فرشی که دارید، هر تابلویی که دارید با مبل نئوکلاسیک سازگار کنید. اما یک نکته مهم هستش توی سبک نئوکلاسیک، اگه حتی خونت هم نئوکلاسیک بود، این اشتباه نکن که بری مبل نئوکلاسیک بگیری. مبل نئوکلاسیک برای اونایی هستن که متراژ خونهشون بالا یا اینکه پلن‌های مختلف داشته باشه خونهشون، یعنی قسمت بندی شده باشه. بازم بهتون میگم اگه سبک خونتون نئوکلاسیکه، فقط جای یک دست مبل دارید، این اشتباه خیلی 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 بزرگیه که شما بخواید برید مبل نئوکلاسیک بگیرید. مبل نئوکلاسیک معمولا برای دست دوم مبلتون باید مد نظرتون باشه و انتخابش کنید. حالا این سوال توی ذهنتون میاد، اگه فقط من جای گذاشتن یک دست مبل توی خونمو داشتم، اون مبل باید چه سبکی باشه یا چه مدلی باشه؟ اگه شما فقط یک دست جا برای گذاشتن مبلمان دارید، پیشنهاد من اینه که اون مبل باید مدرن یا راحتی باشه. اگه فضا زیاد داشتی یا اینکه جای گذاشتن دو دست مبل داخل خونت داشتی، اون وقت پیشنهاد میکنم دست دوم مبلتو بری سبک نئوکلاسیک بخرید. یه سوالی هم که خیلی ذهنتون رو مشغول کرده و از ما میپرسید اینه که چند متر فضا لازم داره خونم که بخوام مبل نئوکلاسیک یا اینکه دو دست مبل داخل خونم بذارم. ببینید اصلا به متراژ خونه ربطی نداره. پلان ها و فضاهای خونه است که مهمه، یعنی پلان ها تصمیم گیرندن، پلان ها تعیین کنندن که شما آیا میتونید مبل نئوکلاسیک بذارید یا دست دوم مبلتون رو بذارید یا نذارید. اولین فضایی که باید برای مبلمانتون در نظر بگیرید فضای نشیمنتونه، دومیش فضای ناهارخوریه و سومین فضایی که باید در نظر بگیرید یا همون پلانی که باید در نظر بگیرید میره برای مبل پذیرایی که باید اونجا مبل نئوکلاسیک قرار بدید. به نظر منم فرش مناسب برای مبل و سبک‌های نئوکلاسیک فرش وینتیج. چرا؟ چون هم به مبل راحتی که تو فضای نشیمن قرار دادی میخوره، هم به مبل نئوکلاسیک تو قسمت پذیرایی قرار دادی. پس در نهایت این نکاتی که بهتون گفتم و اگه رعایت کنید، یک خونه و فضای همطیف دارید که به مرور زمان هم خسته‌تون نمی‌کنه. در ادامه اگه سوالی داشتید که من میتونستم کمکتون کنم، تو بخش کامنت همین پست برام بفرستید. بنده با کمال میل پاسخگوی شما عزیزان هستم. به خدا میسپارم.